خود صهیونیستا چه نگاهی به دنیا دارن؟ اینا باید بیان بشه. کابالیستا چی میگن؟ مثلا شما میگید چرا انقدر بچه میکشن اینا؟ اینها معتقدن به ملک. یکی از شیاطین ملخ یا ملک که اینا معتقدن، میگن که از بوی کباب گوشت انسان خوشش میاد، بعد آدم سوزون دراش. النازحين يخترقون في هذه الأوقات إن الله نعم الوكيل. تقدیم کودک کشی برای اینها، برای اینکه او نظر کنه، به اینا کمک کنه. این کابالیستا هنوزم هست.